لحظه‌میش گلبار است، فرصتی عمر همین مقدار است. اش یک لحظه‌میش گلبار است، فرصتی عمر همین مقدار است. زندگی عالمی آسایش نیست، نفس آینه این اسرار است. نفس آینه این اسرار است. همچه آینه اگر صاف شوید، همچه آینه اگر صاف شوید، همه جا انجمنی دیدار است. همه جا انجمنی دیدار است. از نزاکت سخنم نیست بلند، از صدا ساغری گل روغار است. از نزاکت سخنم نیست بلند، از صدا ساغری گل روغار است. نکشد شعله سرد خاکستر، نفسی سوختگان هموار است. نفسی سوختگان هموار است. به دل زخم بود رونق دل، به دل زخم بود رونق دل، خنده گل نمکی گلزار است. خنده گل نمکی گلزار است. اش یک لحظه‌میش گلبار است، فرصتی عمر همین مقدار است. شیشه سازی نمی اشک نشوی،
عالم از سنگ دین و کوسار است عالم از سنگ دین و کوسار است شام بخیر عزیزان دل، خوشحال از آن هستیم که باز هم روبروی شما قرار داریم و باز هم برنامه نوی خاطره ها را تقدیم شما میسازیم و امیدوار هستیم که حال و هوای خوب داشته باشید و ما این شام کوشش میکنیم که باز هم این حال و هوای شما را خوب تر سازیم توسط برنامه خاطره ها و پیشنهاد سرودهای جذاب و ما همیشه کوشش میکنیم در برنامه اطراف نفرانی حرف بزنیم که شاه ستون صنعت تاجیک هستند، نفرانی که واقعا اسمشان ماندگار است در صنعت تاجیک و قرار است که این شام سرودهای یکی از حافظان خلقی کشور آدینه هاشم را برایتان بازخوانی بکنیم و این برنامه اطراف ایشان صورت میگیرد، خاطره گویی می شود سرودهای آن کس از خاطراتی که نفران زیادی زیر نوای سرودهای آن کس داشتند و جمعه خان اسماعیلوف هستند، هنرمند محبوبی کشور. امروز در برنامه همراه ما و همراه یک زمره مطربان خوش ذوق. خوش آمدید همگی به برنامه. شما از مرحله محبت، از مرحله پیروی کردن، از مرحله بسیار مخلصی کردن به استاد به همینجا رسیدید که امروز بازخوانی میکنید سرودهای آن رو. بله. میخواستیم یک کمی حرف بزنید اطراف همین محبت، عشقی که نسبت صنعتی آن کس داشتید. سلامت باشید. حافظ خلقی تاجیکستان، حافظ ممتاز، خونیاگری ناتکرار، استاد زنده‌یاد آدینه هاشموف از جمله آن هنرمندانی بودند که بسیار یک داننده سرودهای مردمی. بله. از دل مردم سرودها را میگرفتن و برای مردم میخواندند و از همین سبب سالهای زیاد است، سالهای طولانی است که نام او فعالیت او در ورد زبان ها گشته ایستاده است. با یک لحن شیرینی به خود خاص، با یک کشش آواز، با یک آواز مرغله‌دار و با بسیار آهنگ جذاب به دل صدها نفر، هزاران نفر، میلیون نفران جای گرفته است، چی در داخل کشور ما، چی در مردم فارسی زبان برون مرزی ما جای گرفته است که این افتخاری صنعت تاجیک است، افتخاری فرهنگ تاجیک است. و وقتی که به سرودهای آدینه هاشم گوش میکنیم و یک سپایخست میکنیم که پیش از همه موفقیت استاد در چی است و همین را میبیند که اول روانی شعر باشد. یعنی که آهنگ با شعر با آهنگ باید که در یک قالب جای گیرد. وقتی که جای گرفت و میفهمد که همین شعر بسیار یک فلسفه بزرگ دارد، هر یک مصرع و یک باری معنی را دارد، یک فکر و اندیشه دارد که شنونده را به تکان میآورد. وقتی که آدینه هاشم میخواند، همین سرودها را میخواند، تیار میکند و شنونده را همراه خودش میبرد. این است بزرگی استاد آدینه هاشموف. و باز اگر تکرار هم شد که خدمتی که آدینه هاشم کرده است و تا حاضر که سرودهای را گوش میکنیم و میکنیم، مردم از این بهره برداری میکنند، مردم از این یک پند و حکمت میگیرند. این است بزرگی آدینه هاشم. بله. همین آمیزشی درست دادن معنی تولید میکند و این معنی به قلب تماشابین، به قلب شنونده میرسد. و در مورد همین سرودی که حالا برایمون اجرا کردید، انا میبینید مصرع یکم الکی فکر اندیشه تماشابین رو میکبد. عشق یک لحظه به مژگان بار است. چی گفتنی است که هر لحظه زندگی رو استفاده بر، از هر لحظه وای، از هر یک دقیقه و روزی وای با ثمر استفاده بر. با ثمر استفاده بردن وای چی معنی دارد؟ بیشتر کتابخوانی کن، بیشتر بآموز، بیشتر دوستی کن، بیشتر وطن را آموز، بیشتر مهنت حلال به نفع جمعیت کردن در کار. این است رسالت من همین میخواهم که با مردم رسانم و میگه که غزل بدیل میبرد عشق یک لحظه به مژگان بار است، فرصتی عمر همین مقدار است. یعنی که از هر یک دقیقه عمر ما باید استفاده بر ثمرناک استفاده بریم و بهره برداری کنیم. یک عمر آدینه هاشم انا میخواد غزلای را میگفت که وای شب‌های دراز مثال کتاب بدیل در بغلش شد، کتاب حافظ و کتاب سعدی و کتاب مولوی و کتاب لاهوتی و کتاب جامی و مثال سیدا و عطار و صنایع و دیگرو سیر عالم همین شاعران میکرد. اما اینا که میخواند و میکند، البته یک چیز خوب در وی میموند که گرفت همینا، بعد آمده با همراه شاگردان
و در قالب شعر در قالب سرود این زمزمه میکند، تیار میکند، مهنت میکند، زحمت میکشد، مثل همین مطرب اون کار میکند. برای چی؟ فردا در پیش تماشابین یک شعری نو خواند، یک سرودی نو خواند. اون شنونده من میگه میدونم که اینقدر وقت ندارد همه کتابا رو ورق زند. بله بله. در عالم چرخ زند. انا خدمت یودین هاشم از همین است که وای یک عمر رنج میبرد که من همین چیزا را گفته یافته استودم. خود در دوره ما استونتر خود اینترنت هم میگیریم میزنیم یک مصرع غزل هم میگیم 100 مصرع میبرید. اون وقت نبود. کتابا هم کم بود، کتابا کم بود. یکی استاد یودین هاشم اینا میافت. امی غزل هم میافت اگر حرف حروف و کریلیکی باشد با رفته پیش یگان عالمی که عربی شناس است، عالمی که سرچشمه عربی شناس و عربی قد سر و کار دارد، نزد وی رفته با وی صحبت میکرد که همین غزل من یافتم یگان کم بودی و یگان خطایش نباشد. پیش از هم یودین هاشم کوشش میکرد که اما سخنی که اینقدر بزرگان ما خون و جگر شده یافتن نویساندن با ما میراث ماندن، اقلا همین من خطا نخوانم در پیش وی. وی میدونست که من چقدر بزرگم باشم از من هم یک نفر دیگر بزرگ است که ممکن که وی همین شعر از من خوبتر داند و من در پیش وی سرخم نشوم. برای همین یودین هاشم زحمت بسیار میکشید. از قصه های شما، از نقل های شما همین گونه تاثیرها در ذهن نمان پیدا شد و گفتنی هستم که زندگی ایجادکار دیگرگونه زیبا است، نگاهش به زندگی. و یودین هاشم نیز در ردیف همین گونه ایجادکاری خوشبین و پاکدل بودند که همیشه کوشش میکردند برای شنونده از خوبی ها گفته باشند و تجربه های خود را به شنونده رسانند. حالا میخواهیم که یک ترانه دیگر برای بیننده ها پیشنهاد سازیم. ما یک سرود دیگر را با پیشنهاد میکنیم از یک غزل حافظ، دل من به دور رویت. دلی من به دوری رویت زی چمن فراغ دارد که چه سر به پای بنده است هم شلال داغ دارد که چه سر به پای بنده است هم شلال داغ دارد سری ما چه بر نگیرم به کمالی ابروی کج سری ما چو بر نگارم به کمالی ابروی کج که کمالی گوشگی رو به جهان فراغ دارد که کمالی گوشگی رو به جهان فراغ دارد. شبی تیره چون فرارم خمی پیچ پیچی زلفش شبی تیره چون فرارم خمی پیچ پیچی زلفش مگر او که شمعی رویت بر هم چراغ دارد مگر او که شمعی رویت بر هم چراغ دارد. من شمعی صبحگاهی سازه در به هم بگیریم که بسوختیم از ما بوتی ما فراغ دارد که بسوختیم از ما بوتی ما فراغ دارد با چمن خیرام بینگر بری بکتی کنج کی لولا با چمن خیرام بینگر بری تکتی گل کی لولا با ندیم شوق مهند کی به دست یاق دارد با ندیم شوق مهند کی به دست یاق دارد.
سری در سیریش دارد دلی درد مندی حافظ سری در سیریش دارد دلی درد مندی حافظ کی نه خاطری تماشا نه هوای باغ دارد کی نه خاطری تماشا نه هوای باغ دارد کی نه خاطری تماشا نه هوای باغ دارد. چگونه که شما گفتید استاد همیشه کوشش میکردن که معنی سرایی کنن و شنوندگانش مخلصانش هم همگونه درک معنی بلند داشته باشند و شما در مورد استاد خیلی زیاد میدونید در برنامه قبلی خاطره ها نیز صحبت کرده بودید این با آن وجود است که شما همراه استاد و نخوردید مراتبه صد افسوس میخورم که یگان مراتبه نشده است که با استاد سلام علیک شوم گرچه در توی بزم ها دیدم تماشا کردم در کنسرت ها دیدم تماشا کردم و محبت بود احترام بود اخلاص بود پیروی بر آدین هاشم بود که من اول کمی غزل های بر زمزمه میکردم روبوی های زمزمه میکردم بعد آهسته آهسته همین عشقی و کمتر زیادتر شدن گرفت در منو بعد من کم کم آوازخوانی هم کردن گرفتم بعد وقتی که من از ترجمه حال آدین هاشم کم در ورق زدم خواندم که باید در شلوکینیم در وقتی که در پدرش هاشم قاسم کم کم آوازخوانی که میکند مردم میبیند که هاشم یک آوازخوان بوده است و بوده است انا یک دختر عارف همانم از یک اویله ثروتمند اویله که ثروتمند اویله که بعد با کتابخوانی بچم سر و کار داشتن همون دختر پدر همون دختر میگوید که همین مالشون که باشد من دخترم از خاطر هنر از خاطر صنعت از خاطر فلکخوانیش من دخترم عارف هما رو به همین هاشم نیکو کردن میتید و آدین هاشم در اویله انمی زنی با عافیت زنی که معرفت داشت زنی که فرهنگ داشت زنی که ادبیات رو دوست می داشت در حالی که در دل کوچک آدین هاشم بوری کردگی بود انم مادرش بود و محیط همونجا بود پس اون همراه پدرش آنجا سرودخوانی میکند زنده یاد آدین هاشم با رحمت الله رو گرفته همراهش می بود انم هاشم قاسم رحمت الله رو گرفته همراهش می بود آهسته آهسته آوازی آدین هاشم مقوت می شود یک درجه وای می بیاد پدرش خوشحال میشد و دویم یک کس تعریف میکرد آدین هاشم میخائیل موروین گفته یک نفر بود روس بود و میگه برای تکمیل گیجک نوازی من بسیار مرا یاد داد و کرد زحمت کشید و برای در روی صنعت قدمانی من میخائیل موروین بعد یک معلمه ادبیات داشت همون هم بسیار یادآوری میکرد که یک مهر شعر و غزل در دل من همون معلمه ادبیات در بود باعث شدن که آدین هاشم بعد دیگر سایکل داد بعد دیدن که آدین هاشم در حقیقت و از گردش انا بسیار شاگردان خوب جمع شدن شاگردانی که با درجه حافظ خلقی و با درجه هنرپیشه خلقی رسیدگیان اینا همه میدونه سر کرده از فیض علی حسنوف سر کرده ابوسلام رحیموف گلچهره صادقova آزادما محترمova و چندین نفران دیگر را نامبر کردم که گردی استاد میرزا وطن میرفت و آهنگساز بودن همراهی وی کار میکرد زنده‌یاد سید بخاری مجیدوف تشکیل شد یک مکتب بزرگی آدین هاشم مکتبی که سر و کار داشت با شعرهای پند اخلاقی اگر اشعار شاعران را ما بگوییم که به یک دریا بگوییم که یک دریای شعر عجم به یک دریای از دریای شعر عجم از همین اشعار متفکران و شاعران ما مثال از بدیل ابوالمعانی از حافظ لیسان الغیب از جامع خوشکلام از عطار از سیدا از سنایی از لاوتی از دیگر همین نامبر کردن بسیار مشکل است از همینا گرفت یک مصرع خوب هم که میفت همون مصرع را میگرفت یک جو استفاده میبرد در یک غزل اگر دو مصرع هم که میفت همون دو مصرع اول که آدین هاشم باری معنی را اول میکرد در همون غزل که همین باری معنی همین غزل در کلام مصرع شد یک شعباید میکرد این همین قسمت آدین هاشم بود که تو اوزیر همون مکتبی باید دوام داده استودن
همین پیروی بابای میکنن که خطا نکنن. اینا میبینم رحمت الله هاشمی فرزندشون فردوس و اون نفرانی که با اودین هاشمی وای میکنن پیروی میکنن کامران هاشمی هستن، بسیار خوب میخونن سرودای ویا. میدونم مدولی حسنوف بسیار سروداش خوب میخونند، خوب اجرا میکنند و بعد چند نفر دیگر است که با پیروی با استاد میکنن بسیار خوب میسازند. یعنی از مکتب استاد گرفته با مردم میتیان. مصرع غزل اودین هاشمی خوانده ما یکون چیز اضافه نمیکنیم، فقط کوشش میکنیم که همون آبرو و احترامی که اودین هاشمی دارد همون اگه بالا اگر نتوانیم برداشته پایان نفرودیم. آن به این درجه و محبت داریم. در برابر آنی که یک مکتب مخصوصی خود را داشتند شاگردان آماده کردند، باز همین گونه نسل های صنعتکار خوب، یک عائله مستحکم صنعتکار امروز هست، فعالیت میکنه چگونه که شما گفتید و در این برابر باز به نوازندگی و آهنگسازی نیز مشغول بودند. آهنگ های ایجاد میکردند، به نوازش اسباب های موسیقی هم میل داشتند. در این حال شما چی میدونید؟ گروهی که با استاد اودین هاشمی کار میکردن ما بعد میپرسیم ما یک آهنگ که از اودین هاشمی گوش میکنیم بعد میگیم همین آهنگ کی است؟ میگن که آهنگ خودی وای است، اودین هاشمی است. این آهنگ کی است؟ این آهنگی میرزا وطن میرف است، بسیار کهندی‌ها را خوانده است، بسیار زیبا خوانده است. یا که قریب ماه نوروز از آرزو داستیف آهنگ است. بسیار آهنگاش خودش میآفرد و میکرد شاگردان تکمیل میتیان. لیکن در برابر این همون یک گروه مطربان بسیار باقوت بودند. زمینه موسیقی شناسیش از مکتب وای که بود و ادوار هم میدونست، نوت کار میکرد، سر کار میکرد و البته زمینه بزرگ داشت برای بعد چیز. برای که وای سرودخوانی رو همچون میراث از پدر قبول کردگی بود. از پدر از آمادگی ببینید اولاد بود سه تا حافظ خلقی هستند، هم بابایشون هستند، هم رحمت الله هاشمی اودین هاشمی هستند، هم رحمت الله هاشمی که دو برابرش دیگه. من اویله که در جوده صنعت کنند، در جوده صنعت قدم‌های بزرگ داشته ایستادند. درست. تشکر زیاد و باید بگوییم که از نفران خوب، از ایجادکاران اصیل، از نابغه های عصر فقط خاطره های خوب میموند، فقط میشود اطرافشون خوبی ها رو گفت، از خوبی هایشون حرف زد و حالا فرصتی آن است که یک ترانه دیگر بشنویم. ای بلبل هوسی گلبو نیبوغم نکند، ای پروانه هماهنگی چراغم نکند. این گونه کی روزگار ای برگشت از منی، شوم تشنه سراغم نکندی، اگر آب شوم تشنه سراغم نکندی. اگر گویم رخت مهری جهان و راست بیرنجی، اگر گویم که مه در آردن شیداست بیرنجی، اگر خونم لبد را شربتی جان غاز بیرنجی، زی چشمت گر بگویم ساگری پیداست بیرنجی، اگر سروی قدد گویم بس زیباز بیرنجی، اگر سروی قدد گویم بس زیباز بیرنجی. در بلدی زلفانی سمن ساید نمیگویم،
بسه جان و اسیری چشمی شهناید نمیگویم سری من دایم و فرشی کفی پاید نمیگویم بیا بر دیده هم بینشی که اینجاید نمیگویم اگر گویم که عشقت آتشی دل غاز میرنجی اگر گویم که عشقت آتشی دل غاز میرنجی تو رو در آسمانی دلبری همچو قمر دیدم به نخلی نازک بادامی چشمت را ثمر دیدم فروغ ناز استغنا تو را دایم ببر دیدم تو را در کشوری خوب و شاه خوبتر دیدم اگر گویم غلامی درگاه صحباز میرنجی 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 تشکر و شما حالا سروده که اجرا کردید همراه اسباب موسیقی دمره یک تصویرهای زیبا رو از استاد پیش نظرمون آوردید وقتی که ما نوارها رو تماشا میکنیم در قسمت زیادی از سرودهایشون استاد همراه دوتار سرود اجرا میکنن با دمره سرودخوانی استاد آدین هاشم برنامه ما یک مخمسی که خوندیم از صحبا البته کم مردم معلوم است که صحبا کی است صحبا دربار شاه در بخارا کار میکردند ذوق شاعری داشتند و با تصادف کار او را به همین ناحیه کبادیان روان میکنند برای کار و آمده اینجا باید پر فعالیت میبرد و بزرگی آدین هاشم ببینید که از همین شاعر کوفته یافته برای مخمس همین گرفته است و با مردم رسانیده است من فکر میکنم که اگر آدین هاشم نمیفته شاید همین غزل میرفت دیگر بابت وقتی که میگویند که آدین هاشم زیاد از 100,000 و 200,000 میلیون مصرع غزل شعر میدانست مصرع میدانست گویم که ممکن بودن نفران دیگری که ممکن همین مصرع را دانند همین قدر مقدار دانند لیکن بزرگی آدین هاشم که اون نفرانی که این قدر مصرع میدانند ممکن یک مثال شاهنامه به زوال فردوسی را گرفتن از یاد کردند یا که داستان لیلی مجنون آدین هاشم نه از همه بزرگا متفکرا خوانده چینده کوفته یافته از یاد کرده است با مردم رسانیده است غزل های هم بلندغایه و هم بلندپایه که پر بود و نمیتوانست که نخواند ارمی دمره را میگرفت و در وقت سرود خواندن از دو چشمان وی هم اشک بر رخسارش میریخت ناله های جانگداز میکرد فریاد میکرد و فلک میخوند با همین هم خودش را تسکین میداد که من دیگه چاره ندارم غیر سرود خواندن غیر همین دردم با همین سرود میتیم با غزل میتیم و شنونده را همراه خودش میبرد با همین حالت میرسد شنونده هم در همین حالت میرسد که گریه میکرد وقتی که میگیم که فلک خونی اساسی فلک البته رباعی است و میگویند که آدین هاشم با چند نفر دیگه حافظای فلکسرا هستند فلک خون از فلکسرا کم طرف فرق کنیم فلک خون اون آوازخوانی که وقتی دمره را میگیرد فلک خونی میکند از سرودهای آدین هاشم همش فلک بودند و با تار هم که خواند وقتی با تار میخواند کشش های فلک در اونجا هست لرزش های فلک است اما آه و ناله هایی که فلک است در اونجا هر یک میسته معلوم است برای فلکسرا میگن از وی سروده های وی مردم سری نداشت و تکرار با تکرار میگفتن که آدین هاشم خواند آدین هاشم بینیم آدین هاشم صحبت کند صحبت وی هم شعرخوانی بود صحبت وی هم سرودخوانی بود برای که وی انمون باز نویسنده هم
суханои хубаша гирифта ба мардум мерасонд. Як вай агар қиссаи Эронро сар мекард, қиссаи Покистон, Афғонистонро сар мекард, мисли ки як ҳикояти 1001 шабари ё афсонаи 1001 шабари, афсона диққати мардумро ба худ метавонист кашида. Инаи рисолати Одина Ҳошим буданд. бале. ва шояд нафарони зиёде ҳамроҳи сурудҳои устод танҳо буданд, ҳамроҳи бо шунидани сурудҳои устод ғами дил бароварданд, хубори дил тоза карданд ва ба умқи хотираҳо, ба умқи рӯёҳои зебо рафтанд. як суруди бисёр зебои дигар доранд устод, гул ба тамошо. дар мавриди ин суруд бароямон якаме бигӯед. Гул ба тамошои суман меравад. Ин як ифтихор аст ки гул ба тамошои суман рафта истодааст. Ина бинед ки худаш мисра равониша бинед ки Одина Ҳошим кӯшиш мекард ки аввал мисра равон бошад. Мардумро даро кабида тавонад. Фикру зикри мардума. бо ҳар сурудҳои худ устод кӯшиш мекарданд ки лаҳзаҳои воқеиро ба шунаванда инъикос созанд, барояшон расонанд, гоҳ аз шодӣ, гоҳ аз мушкилоти рӯзгор. ва ҳамин гуна сурудҳои баландмазмун хело зиёд доштанд ва ҳоло ки фурсати анҷом аст, мехоҳем ҳамин сурудро бароямон шумо пешкаш кунед. Майлаш, саломат бошед. گل با تماشای سمن می رود، گل با تماشای سمن می رود، بود با گل گشتی چمن می رود، بود با گل گشتی چمن می رود. آینه گشت از یک سیر خشت، آینه گشت از یک سیر خشت، آب کی در زیر سمن می رود، آب کی در زیر سمن می رود. شنیدم که با هر مجلسه، شنیدم که با هر مجلسه از دهانی غنچه سخن میرود، از دهانی غنچه سخن میرود. گل با تماشای سمن میرود، بود با گل گشتی چمن میرود. آینه گشت از یک سیر خشت، آینه گشت از یک سیر خشت، آب کی در زیر سمن می رود، آب کی در زیر سمن می رود. فصلی بهار آمد و هنگام گل، فصلی بهار آمد و هنگام گل. او کیار از بری من می رود، او کیار از بری من می رود. راحتی رو از رو خش کنم، راحتی رو از رو خش کنم. روحی دل راحتی تن می رود، روحی دل راحتی تن می رود. عادی شکست آمد و ایامی سب، عادی شکست آمد و ایامی سب. آن صنمی از شکن برود، آن صنمی از شکن برود. گل با تماشای سمن برود، بود با گل گشتی چمن برود.
باد با گل گشتی چمن می رود او کیور از بری من می رود او کیور از بری من می رود با شما تشکر. همگی خوش آمدید به برنامه ما. باور کنید که یک شام خاطرمان رو برایمان هدیه ساختید، چون این سرودهای یکی از هنرمندان نوتکرار، هنرمند صاحب مکتب، هنرمند خلقی کشور آدینه هاشمی بودند و بار دیگر خوش آمدید به برنامه ما. دوستان یادآور می‌شویم که همصحبت ما این شام در برنامه بودند جمعه‌خان اسماعیلوف همراه یک گروه خوبی مطربان کسبی و حالا برنامه ما به انجام میرسد. با شما ذوق خوب و یک روحیه بسیار شاد را آرزو میکنیم و تا برنامه‌های دیگر خیر.